سلام، من مریم کاشانکی هستم از استدیوی عکاسی ایمرشات. امروز میخوام در مورد یکی از پایه‌ای ترین مفاهیم عکاسی به اسم مثلث نورسنجی صحبت کنم که میشه گفت قلب استفاده از یک دوربین عکاسی محسوب میشه. نمیخوام بگم که این مفهوم به طور کلی قلب عکاسیه، چون اینطوری نیست. مسائل خیلی متنوع و متفاوتی در عکاسی وجود دارن، مثلا پیدا کردن یک زاویه دید مناسب، کاجبندی درست، انتخاب مناسب ترین لحظه، ارتباط مناسب با سوژه، شناخت مخاطب، چیدمان، رنگ، فرم. خیلی عوامل زیادی هستن که دست به دست هم میدن و هنر عکاسی رو میسازن. اما مثلث نورسنجی قطعاً قلب استفاده از یک دوربین عکاسیه و فرقی هم نمی‌کنه که عکاسی به صورت آنالوگ داره انجام میشه یا دیجیتال. زمانی که عکاسی آنالوگ بود هم این مفهوم مثلث نورسنجی به همین شکل وجود داشت، الان هم وجود داره. کسی که تازه کاره و به تازگی میخواد وارد فضای عکاسی بشه، این ویدیو میتونه بسیار براش مفید باشه و در زمانش صرفه جویی کنه و به اون فرد کمک بکنه برای رسیدن به یک نورسنجی خلاقانه. چرا که ما زمانی میتونیم به یک نور خلاقانه دست پیدا بکنیم که در وهله اول نوردهی استاندارد رو شناخته باشیم، بدونیم مثلا یک نور استاندارد چه نوریه و چطور میشه به یک نور استاندارد دست پیدا کرد تا در قدم بعدی بتونیم به یک نور خلاقانه دست پیدا بکنیم. تا وقتی که ما نور استاندارد رو نمیشناسیم قطعا نمیتونیم پامون رو از اون فراتر بذاریم و یک نور خلاقانه ایجاد بکنیم که اون نور خلاقانه بشه وجه تمایز کار ما با سایرین. بنابراین برای این فرد خیلی میتونه مفید باشه و حتی افرادی که مدت زمان زیادی هستش که مشغول عکاسی هستن، شاید اونها هم جسارت کافی پیدا نکرده باشن که اصلا به سراغ این مفهوم برن و شاید فکر کنن که پیدا کردن این ارتباط دشواره و نخوان که روش تمرکز بکنن. من دیدم افرادی رو که سالیان طولانی آتلیه داشتن و حتی از این طریق ارتزاق میکردن، اما همواره رو مود اتوماتیک بودن و اصلا جرأت اینو نداشتن که بخوان ارتباط بین این اجزا رو پیدا بکنن و بدونن که تو موقعیت‌های مختلف چطوری میتونن از این ارتباط استفاده بکنن و اون نورها رو تغییر بدن. بنابراین برای هر دو گروه از این افراد این ویدیو میتونه مفید باشه، چون خیلی پایه‌ایه و در واقع اصلی ترین پایه است برای رسیدن به نورهای استاندارد و بعد عبور از اون و رسیدن به نورهای خلاقانه. خب پس بریم ببینیم مثلا مثلث نورسنجی چی هست. سه ضلع مثلث عکاسی این موارد هستند: شاتر، دیافراگم و ISO که برای راحتی بهش میگیم ایزو. و این مثلث باید یک مثلث متساوی الاضلاع باشه. یعنی چی؟ یعنی تعادل قلب این مثلثه. اگر میخوایم که یک مثلث درست داشته باشیم باید تعادل وجود داشته باشه بین سه ضلع این مثلث. پس میشه گفت یک مثلث متساوی الاضلاع هستش که تمام سه ضلعش باید با هم در تعادل درستی باشن تا بتونیم بگیم که یک نورسنجی درست اتفاق افتاده. از وقتی که تو هر موقعیتی که ما قرار میگیریم در مقابل هر سوژه و در هر موقعیت عکاسی چندین ترکیب وجود داره که این تعادل رو برقرار میکنه. یعنی همیشه فقط یک ترکیب وجود نداره، چندین ترکیب وجود داره، حداقل 6 ترکیب توی هر موقعیتی که ما قرار میگیریم به وجود میاد که میتونه ما رو به یک تعادل نوری برسونه. و از بین این ترکیب ها معمولا یک یا دو ترکیب یک ترکیب خلاقانه است، یک نور خلاقانه است. پس کسی میتونه به یک نور خلاقانه در یک موقعیت دست پیدا کنه که در وهله اول بتونه این تعادل رو برقرار بکنه، وگرنه اگه این تعادل برقرار نشه عملا اصلا نورسنجی اتفاق نیفتاده. پس تعادل پیش‌فرضه، باید بین اجزا تعادل وجود داشته باشه و از بین اون تعادل هایی که اتفاق میفته یک یا دو ترکیب معمولا یک نور خلاقانه و متمایز رو به ما میده. پس من در وهله اول میرم سراغ ایجاد تعادل. اول تعادل رو بشناسیم، بدونیم که چطوری تعادل برقرار میشه بین اجزا و وقتی که تونستیم این کار رو بکنیم میریم به سمت نورسنجی خلاقانه.
من اول اجزای مثلث رو هر کدوم رو به طور جداگانه توضیح میدم و بعد ارتباط بین اینها رو میگم. شاتر رو میشه به عنوان یک قطعه مکانیکی در بدنه دوربین در نظر گرفت. البته هستن دوربینایی که شاترشون مکانیکی نیست، شاتر الکترونیکی دارن، یعنی پیکسل های موجود در سنسور به طور دیجیتال خاموش و روشن میشن. پس بنابراین شاترهای الکترونیکی هم وجود دارن و هستن شاترهایی که در بدنه دوربین نیستن، میتونن در لنز ها قرار داشته باشن، به خصوص در دوربین های کامپکت. و اون شاترها معمولاً شاترهای تیغه‌ای هستن، شاترهای برگی هستن. اما به طور کلی پس بنابراین اون استثناء وجود داره، یعنی اونا هستن. اما من میخوام مفهوم کلی رو توضیح بدم، چون در دوربین‌های DSLR متداولی که ماها استفاده میکنیم شاترها معمولاً پرده‌ای هستن و یک قطعه مکانیکی که در داخل بدنه دوربین قرار داره. پس برای اینکه این مفهوم براتون بهتر جا بیفته کلا فرض میکنیم که شاترها همه به این صورت عمل میکنن. پس شاتر یک پرده هست که در مقابل دوربین، در مقابل سنسور قرار داره و کار این پرده اینه که کنار میره و اجازه میده که نور به سنسور بتابه و اون تصویر ثبت بشه. مثل یک پرده‌ای که جلوی پنجره است و میره کنار، اجازه میده نور بیاد داخل تا ما بتونیم محیط داخل رو ببینیم. اگرم با چشم انسان مقایسش بکنیم شاتر مساوی است با پلک چشم انسان. اگر شما پلکتون رو ببندید عملاً هیچ نوری به سنسور موجود در چشم شما وارد نمیشه و شما هیچ تصویری رو نمیبینید. اگر میخواید تصویر رو ببینید باید این شاتر یا این پرده، این پلک شما بره کنار تا نور بتابه. پس بنابراین عملکرد شاتر در دوربین درست مثل عملکرد پلک چشم انسانه. یک پرده رو در نظر بگیرید که این پرده کنار میره و دوباره بسته میشه تا نور دیگه نتابه بیشتر از یک حدی. پس هر جایی که ما صحبت از شاتر میکنیم ذهن ما باید بره به سمت سرعت. یک کاریه که داره به طور مکانیکی انجام میشه و بنابراین یک سرعتی داره انجام این کار. سرعت هم همیشه مساوی است با مدت زمان. یعنی یک زمانی طول میکشه تا این اتفاق بیفته، این پرده کنار بره و دوباره بسته بشه. پس هر جا صحبت از شاتر میشه ما باید برای ما یادآوری کننده زمان باشه. به همین دلیل سرعت شاتر رو با مدت زمان یا با کسری از ثانیه میسنجیم. در دوربینتون اگه نگاه بکنید شاتر رو به عنوان یک کسری از ثانیه میتونید ببینید. مثلا اگر شاتر ما 1/500 ثانیه باشه یعنی این مدت زمان 1/500 ثانیه زمان لازمه تا این شاتر بره کنار و دوباره بسته بشه. که حالا این سرعت شاتر یا این مدت زمان رو بسته به دوربین ها متفاوته. میتونه سرعت‌های خیلی بالا داشته باشه، بعضی از دوربین ها تا 1/32,000 ثانیه شاترهای به این سریعی دارن، حالا 1/8,000 ثانیه یا هر عددی، تا از اون برم همینطور مثلا 30 ثانیه، حتی بعضی از دوربین ها تا 60 ثانیه میتونن سرعت شاترشون رو کند بکنن. پس بنابراین 1 ثانیه خیلی عدد بزرگیه برای شاتر، یعنی یک مدت زمان زیادی اون پرده کنار بوده و نور داشته به سنسور میتابیده. پس بنابراین توی عکاسی متداولی که ما انجام میدیم معمولا با کسری از ثانیه در ارتباط هستیم و البته خب مسلماً به ثانیه و بالاتر از ثانیه هم حتما نیاز داریم برای رسیدن به اون تعادلی که در موردش صحبت کردیم. پس از این به بعد هر جا که حرف از شاتر به میون اومد شما زمان رو بیارید توی ذهنتون، مدت زمانی که این عمل داره اتفاق میفته. پس نیازه که اینو کاملا برامون جا بیفته. شاتر مساوی است با زمان. عملکرد شاتر رو با هم ببینیم که چه شکلی عمل میکنه. وقتی که من شاتر رو میزنم آینه و پرده شاتر همزمان از جلوی سنسور کنار میرن. این الان این سنسور، شما میتونید سنسور رو ببینید که نور بهش میتابه و تصویر ثبت میشه. پس با زدن شاتر آینه و پرده شاتر از جلوی سنسور کنار میرن. وقتی رها میکنم دوباره میاد پایین. اینم آینه اونجا قابل مشاهده است. دوربینای DSLR در واقع از سیستم بازتابی استفاده میکنن برای اینکه ما بتونیم تو ویو فایندر یا تو منظره یاب
عیناً اون چیزی که دوربین داره میبینه جلوی چشممون قرار داره رو بتونیم تو منظره یاب ببینیم و کاج بندی بکنیم. از این سیستم بازتابی از طریق آینه استفاده میکنن. اما خب دوربینای میرورلس یا بدون آینه دیگه عملاً اینو ندارن و تصویر مستقیما روی سنسور الکترونیکی در واقع نمایش داده میشه و در واقع عکاس به اون طریق میبینه. منتها که اینا منظره یاباشون اپتیکال نوری هستش و از طریق بازتابی که نور میخوره به آینه و بازتابش به منظره یاب و ما اونجا میبینیم و میتونیم کاج بندی بکنیم تو ویو فایندر و تصویر رو ثبت بکنیم. ولی عملکرد شاتر و آینه تو تمام دوربین های جدید هم به همین صورته که شما وقتی شاتر رو میزنید از در واقع اون آینه و اون پرده از مقابل سنسور کنار میرن و نور به سنسور میرسه و ثبت میشه. اگرم تو دوربینتون دقت کنید برای یک لحظات کوتاهی ویو فایندر کلا تیره میشه، دیگه شما چیزی رو نمیتونید تو اون لحظات ببینید به خاطر اینکه آینه و شاتر اومدن بالا و جلوی دیدو گرفتن دیگه. یعنی شما دیگه تو ویو فایندر اون لحظه چیزی رو نمیبینید، سنسور داره نور رو دریافت میکنه. دیافراگم هم یک قطعه مکانیکیه، اما این بار درون لنز دوربین ها قرار داره. 6 تا تیغه فلزی هستن که روی هم قرار دارن. اینا در هم فرو میرن یا از هم فاصله میگیرن. بنابراین یک چیزی مثل یک روزنه باز و بسته میشه که هر چقدر که این تیغه ها از هم بیشتر فاصله بگیرن این روزنه بازتر میشه، نور بیشتری میاد به سنسور میرسه. هر چقدر که بسته تر بشن این روزنه کوچیکتر میشه و در نتیجه نور کمتری میاد میرسه. دیافراگم با علامت F نشون میدن و یک عددی در کنار این F نوشته میشه که نشون دهنده میزان باز بودن یا بسته بودن این روزنه است. گشودگی یا باز بودن رو داره نشون میده. بعضی از لنز ها f1.2 دارن که لنز های بسیار با کیفیتی هستن، لنزهایی که دیافراگم های خیلی کوچیک رو پشتیبانی میکنن. f1.2 دارن. هنوز لنزی ایجاد نشده که دیافراگم 1 داشته باشه، تا جایی که من میدونم همچین لنزی هنوز وجود نداره. تلاش کمپانی‌ها به این سمته که در واقع بتونن همچین دیافراگم رو به دست بیارن. اما از 1.2 داریم 1.4، 1.8، 2.8 و همینطور تا برسیم به دیافراگم های بزرگتر مثل 22 و 32. پس بنابراین اگر یه F کوچیکی رو داریم میبینیم، یعنی مثلا F 1.4، معنیش اینه که این تیغه ها کاملا از هم بازن. این روزنه در بزرگترین حالت ممکنشه، کاملا گشوده است، کاملا بازه. پس بنابراین نور بیشتری وارد میشه. پس هر چقدر که عدد کوچکتر باشه، عدد دیافراگم کوچکتر باشه، یعنی دیافراگم بازتره و بنابراین نور بیشتری وارد میشه. اینجا جاییه که معمولا بچه‌ها اشتباه میکنن، فکر میکنن که خب اگه یه عدد بزرگ دارن میبینن مثلا F22، این عدد بزرگ یعنی نور بیشتر. نه، عدد بزرگتر یعنی دیافراگم بسته تر و این مساوی است با نور کمتر. پس هر چقدر عدد دیافراگم کوچکتر میشه، دیافراگم داره بازتر میشه و نور بیشتری دریافت میشه. حالا یک گام نوری کامل گامیه که توی اون گام نور 2 برابر میشه یا نور نصف میشه. مثلا فرض کنید که ما داریم از F2.8 میریم به F4. اینجا داریم یک گام نوری کامل رو طی می‌کنیم. توی این فاصله و در این گام نوری نور داره نصف میشه. یعنی وقتی ما از F2.8 میریم به F4 در واقع داریم دیافراگم ما از حالت بازی که بوده داریم بسته تر می‌کنیم. F2.8 باز بوده، F4 بسته تر بوده. پس وقتی ما از F2.8 به F4 میریم در واقع داریم نور رو نصف می‌کنیم و برعکسش هم همینطوره. وقتی از F4 میایم به F2.8 یعنی یه دیافراگم بسته رو داریم بازتر میکنیم. پس نور داره 2 برابر میشه. میزان نور یا 2 برابر میشه یا نصف میشه توی گام های نوری کامل. اما توی دوربین ها در واقع توی لنز های ما گام های میانی هم وجود دارن. یعنی وقتی مثلا ما میخوایم از F2.8 بریم به F4 این وسط ما
از F3 و 3.2 هم عبور میکنیم، حالا بسته به لنز. بنابراین اینها گام‌های میانی هستن که نور 2 برابر نمیشه، کمتر از 2 برابر داره میشه. پس یک سری عددا توی دیافراگم ها عددهای گام نوری کاملن و بین اینها یه سری گام‌های میانی هم وجود داره. پس وقتی که به دیافراگم فکر میکنیم باید به یک روزنه فکر بکنیم که وقتی این روزنه باز و بسته میشه میزان نوری که داره میرسه داره کم و زیاد میشه. مهمترین عملکرد دیافراگم تعیین عمق میدانه. یعنی درسته که دیافراگم داره اون حجم نوری که وارد میشه رو کنترل میکنه، همون کاری که شاتر هم داشت انجام میداد، اما اون چیزی که در مورد دیافراگم برای ما اهمیت بیشتری داره، بالاترین اهمیت داره، تعیین عمق میدان هستش. دیافراگم ارتباط مستقیم داره با عمق میدان. عمق میدان چیه؟ خیلی ساده بخوایم توضیح بدیم، ناحیه شارپنس، ناحیه‌ای که در فوکوس قرار داره، ناحیه‌ای که وضوح داره توی عکس ما. اگر به عکسایی که حالا تا حالا گرفتید یا دیگران گرفتن نگاه بکنید، میتونید ببینید که تو بعضی از عکس‌ها تمام ناحیه تو وضوح کامل نیست، یعنی شما همه عکس رو کامل نمیبینید. تو بعضی از عکس‌ها هم هستش که کامل همه چیز رو دارید میبینید. پس اون ناحیه‌ای که وضوح کامل داره و داره کاملا به طور واضح دیده میشود، اون ناحیه عمق میدانه و اون مهمترین عملکرد دیافراگم تعیین این عمق میدان هستش. خب حالا هر چقدر که دیافراگم ما گشوده تر باشه، بازتر باشه یا عددش عدد کوچکتری باشه، اینجا عمق میدان کوچکتره. پس هر چقدر دیافراگم بازتر، گشوده تر، عدد کوچکتر، عمق میدان کمتر. یعنی چی؟ یعنی ناحیه‌ای که تو وضوح کامل قرار میگیره ناحیه کوچکتری خواهد بود. در مقابلش هر چقدر که ما دیافراگم رو میبندیم بسته تر میشه، اون روزنه کوچکتر میشه، عدد دیافراگم عدد بزرگتری میشه، عمق میدان بزرگتر میشه، عمق میدان وسیع‌تر میشه. پس یه ارتباطی که میتونید توی ذهنتون برقرار بکنید، عدد بزرگتر مساوی است با عمق میدان بیشتر، عدد کوچکتر مساوی است با عمق میدان کمتر. یعنی تو دیافراگم های بالاتر ما وضوح بیشتری در فضای بزرگتری داریم، یعنی یک فضای بزرگتر، یک ناحیه بزرگتر تو فوکوس قرار میگیره. مثلا تو دیافراگم F22 ما یک ناحیه بزرگتری رو توی فوکوس داریم. فرض کنید که شما در مقابل یک سوژه قرار گرفتید، یک فاصله وجود داره از شما تا اون سوژه و از اون سوژه تا بی‌نهایت. اگر شما عدد دیافراگمتون عدد کوچکتری باشه، یعنی روزنه بسته تر باشه، شما فاصله بیشتری رو از اون جایی که ایستادید تا سوژه مرکزی تا بی‌نهایت توی شارپنس خواهید داشت، توی فوکوس خواهید داشت. پس این فاصله در واقع اون عمق میدان شماست، از اونجایی که شما هستید تا مثلا یه سوژه مرکزی تا دوردست ها تا بی نهایت. پس عمق میدان میشه این فاصله و هرچه دیافراگم بسته تر باشه این فاصله بیشتر میشه، یعنی ناحیه بیشتری توی فوکوس قرار میگیره. که البته باز برمیگردیم به بحث تعادل، اینکه ما چه هدفی رو داریم از اون سوژه‌ای که در مقابل ما قرار داره، چی رو می‌خوایم ثبت بکنیم و چطور این تعادل رو بتونیم برقرار بکنیم، که حالا وقتی رسیدم به بحث تعادل کامل توضیحش میدم. ایزو در واقع کلمش ISO هست که مخفف International Standardization Organization، یعنی سازمان استانداردسازی بین‌المللی. و بنابراین کلمه ایزو خودش اصلا هیچ ربطی به اون مفهومی که ما از ایزو میشناسیم نداره، اما خب جا افتاده که بهش میگن ایزو. در واقع اون سازمان یه سازمان جهانیه که استانداردهای صنعتی رو تعیین میکنه، اما خب جا افتاده تو عکاسی ما بهش میگیم ایزو، منم میگم ایزو که دیگه ساده تر باشه.
ایزو در واقع حساسیت سنسور به نور رو تعیین میکنه، اینکه سنسور دوربین شما چه میزان حساسیتی نسبت به نور داشته باشه. خب هر چقدر حساس تر باشه، حساسیت بالاتر باشه، یعنی چی؟ یعنی یه اندک نوری هم که توی فضا باشه اون نور رو دریافت میکنه. هر چقدر حساسیت پایین تر باشه، خب اتفاقی که میفته اینه که نور کم رو دریافت نمیکنه دیگه، باید نورها قوی تر باشن که تا بتونه سنسور اونا رو دریافت بکنه. اما یک مثال خوب و درستی که میشه برای ایزو زد اینه که و زده میشه توی عکاسی اینه که ایزو معادل باشه با یک زنبور کارگر، یعنی هر ایزو یک زنبور کارگر در نظر گرفته بشه. بنابراین اگر ایزو روی 100 انگار که ما 100 تا زنبور کارگر داریم، اگر ایزو روی 200 تا زنبور کارگر داریم. کار این زنبورا اینه که نوری که داره از میان لنز عبور میکنه تا برسه به سنسور، اون نور رو جمع آوری کنن بیارن برسونن به سنسور تا تصویر ثبت بشه. خب اگر به مفهوم به مثال در واقع زنبورای کارگر توجه کنیم، میبینیم که اگر من تعداد زنبورام بیشتر باشه قاعدتاً من سریعتر میتونم نور رو جمع آوری کنم بیارم. یعنی وقتی که 200 تا زنبور دارم نسبت به وقتی که 100 تا زنبور دارم، زمان مورد نیازم نصف میشه، سرعت میره بالاتر، چون تعداد اون زنبورا بیشتره و سریعتر میتونن این کار رو انجام بدن. پس بنابراین اگر ما یک دیافراگم ثابت داشته باشیم، فرض کنید که داریم تو مود تقدم دیافراگم عکاسی میکنیم، یک دیافراگم ثابت داریم و تو این دیافراگم ثابت اگر ما ایزو رو ببریم بالاتر، اتفاقی که میفته اینه که میتونیم سرعت شاتر رو بیاریم پایینتر، یعنی سریعتر کنیم، از شاتر سریعتری استفاده کنیم. نیازمون به باز بودن شاتر برای مدت زمانی بیشتر کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون ما انگار نیروی بیشتری در اختیار داریم برای اینکه اون نور رو بتونیم جمع آوری کنیم و بیاریم. پس اگه رو دوربینتون امتحان کنید میبینید اگه مثلا بذارید رو مود تقدم دیافراگم، مثلا فرض کنید دیافراگم رو F8 تنظیم بکنید، هر چقدر که ایزو رو میبرید بالاتر نیازتون به سرعت شاتر میاد پایینتر، یعنی میتونید از شاتر سریعتری استفاده بکنید. و هر چقدر که ایزو میره بالا بهش میگن یک گام، دوباره مثل همون قضیه تو دیافراگم یک گام نوری داره اتفاق میفته. وقتی که شما دارید ایزو رو میبرید بالاتر میتونید سرعت شاتر رو بیارید پایینتر. به درد زمانهایی میخوره ایزوی بالاتر که نور محیط کمه، مثلا داریم توی فضایی که تاریک شبه یا همچین فضایی داریم عکاسی میکنیم و اونجا نیاز داریم که نور بیشتری رو بتونیم دریافت بکنیم، حساسیت سنسور رو میبریم بالا که نور بیشتر بگیریم. ادعاها بر اینه که اگرم ایزو بره بالا خیلی نویز ایجاد نمیشه، در حالی که این اتفاق میفته. یعنی اگر خودتون به طور عملی امتحانش بکنید متوجه میشید که وقتی ایزو رو خیلی میبرید بالا توی تصویر شما نویز ایجاد میشه. وقتی میبرید مخصوصا اون تصویر رو تو کامپیوتر میبینید به وضوح اون نویز رو میتونید ببینید. اما خب خیلی از سازنده ها ادعاشون بر اینه که اونقدر هم نویز ایجاد نمیشه، ولی اتفاق بدی که میفته در اثر بالا بردن ایزو اینه که رنگ ها کدر میشن و کنتراست از بین میره. یعنی دو تا فاکتوری که تحت تاثیر قرار میگیره در اثر ایزوی بالاتر، رنگ و کنتراسته. بنابراین ما تمام تلاشمون بر اینه که تا حد ممکن از بالا بردن ایزو بپرهیزیم، یعنی تا جایی که واقعا دیگه نیاز پیدا نکردیم از ایزوی بالا استفاده نکنیم. سعی کنیم که نور به محیط اضافه کنیم، سعی کنیم اون تعادل مد نظرمون رو با شاتر و دیافراگم برقرار بکنیم و تا جایی که میشه ایزو رو نبریم بالا، مخصوصا اگه ما داریم توی فضایی مثل استودیو عکاسی میکنیم که اصلا نیازی نداریم. یعنی توی استودیو ما ایزو رو همیشه تو پایین ترین سطح ممکن نگه میداریم، روی ایزوی 100 میذاریم. ولی اگه حالا تو فضایی باشیم که دیگه واقعا مجبور باشیم نور وجود نداشته باشه، خب اجباراً برای اینکه بتونیم اون تصویر رو ثبت کنیم مجبوریم که بریم رو ایزوهای بالاتر. ولی تلاشمون بر اینه که از ایزوی بالا بپرهیزیم، چرا که رنگ و کنتراست رو خراب میکنه و در عین حال نویز هم ایجاد میکنه. تا اینجا اجزای مثلث رو دونه دونه توضیح دادم کامل، اما تعادل و یعنی اون شیوه برقرار کردن تعادل بین این اجزا رو تو ویدیو بعدی میگم، چون خیلی داره طولانی میشه. اما حتما اون ویدیو رو ببینید تا این مبحث رو کاملا بتونید درک بکنید.
وبسایت ایمورشات رو هم ریدیزاین کردیم، خیلی خوشگل شده. سر بزنید حتما به وبسایت. دوره آموزشی عکاسی تبلیغاتی از ایده تا اجرا رو هم حتما روی سایت ببینید. یه دوره خیلی مفید و کاربردیه برای کسانی که متمرکز هستن روی عکاسی تبلیغاتی و دارن تو این زمینه فعالیت میکنن، یا کسانی که محصول یا کسب و کاری دارن و میخوان خودشون عکاسیشون رو انجام بدن. مطمئنم که برای این افراد خیلی مفید خواهد بود. همراه من باشید تو ویدیو بعدی تا این مبحث مثلث نورسنجی رو با هم کامل کنیم.